رحیم بندویی فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای بندویی. چرا رسانه‌های حکومتی سعی می‌کنن به گفته نماینده سیستان و بلوچستان اخبار این استان رو پوشش ندن؟ با درود بر شما بینندگان گرامی. ببینید، جمهوری اسلامی ایران اتفاقا با توجه به اینکه خبررسانی‌های آنچه که در بلوچستان و بر مردم بلوچ می‌گذرد همیشه تلاش داره که اینا رو مخفی نگه داره و بخصوص با توجه به اینکه در این دور و زمانه به قول معروف خبررسانی عمدتاً تصویری هست و با توجه به اینکه به اصطلاح تصویرها همیشه واقعیت‌ها رو آنچنان که هستن نشون میدن، چون نمیتونن همون لحظه‌ای که دارن پخش میکنن برای رتوش کنند و از بین ببرند. به همین دلیل وحشت دارند از ابراز آنچه که به شکل واقعی زندگی مردم بلوچ در بلوچستان هست. یکی از دلایل بسیار مهم همین در واقع عدم خبررسانی، برای اینکه همیشه آنچه را که در بلوچستان جمهوری اسلامی ایران علیه مردم بلوچ انجام میده به یک شکلی در واقع از دید بقیه مردم ایران و به شکلی مردم جهان و منطقه هم نگه داره، نرسونه به اطلاع اونها. یعنی توانایی جمهوری اسلامی ایران در مخفی نگه داشتن حقیقت‌های آنچه که در بلوچستان هست در واقع داره نشون میده. به همین دلیل به نظر من جمهوری اسلامی ایران و میدیاهای به اصطلاح دولتی و اینایی که در ایران هستند اینا تلاش دارند که خلاف واقعیت‌ها رو نشون بدن و اگر مجبور بشن که برن آنچه را که هست به عنوان حقیقت نشون بدن، خب آبروی خودشون میره. با توجه به اینکه برای جمهوری اسلامی ایران الان بیش از 40 سال است که داره حاکمیت میکنه در ایران و زندگی مردم بلوچ نسبت به 50 سال پیش بهتر نشده، هیچی شاید به شکل‌های بدتر شده. با توجه به این در واقع سیل‌هایی که به این شکل داره به وجود میاد و جمهوری اسلامی ایران نقش داره، با توجه به این سدهای که بسته و آبها رو استفاده نمی‌کنن و هر موقعی که همچین بارانی بخواد باشه مثل 3-4 سال پیش، برای دروازه سدهای آب ذخیره شده رو که استفاده نشده باز میکنن که به این شکل باعث بشه این همه تخریب وجود بیاد. مردم بلوچ از اون منطقه بسیار استراتژیکی که الان در واقع میخواد دست چین بده و کلی هم برنامه در ارتباط با انتقال نمیدونم 10-15 میلیون نفر تو منطقه داره، میخواد به شکلی مردم رو وادار کنه که از اون منطقه برن. به همین دلیل به نظر من رسانه‌ها پوشش نمیدن، عمدن و عامدانه به دلیل همون در به قول معروف بیخبر نگه داشتن مردم. آقای بندویی، معین الدین سعیدی یکی از دلایل رد صلاحیتش رو این دونسته که پرونده تجاوز فرمانده انتظامی چابهار رو پیگیری کرده. چقدر این ادعا درسته؟ این پرونده اصلا به کجا رسیده؟ ببینید، جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که الان توی این اوضاع احوال و بخصوص بعد از این انقلاب زن زندگی آزادی در واقع در درون خودش به هم ریختگی وجود اومده که مافیاهای قدرت حاکم اون امید به آینده رو از دست دادن و به همین دلیل هم دارن خودزنی میکنن. آقای معین الدین سعیدی برای یکی از دانش آموختگان فرهیخته و نخبگان بلوچستان هستند، اما ایشون خیلی هم علنا با شجاعت مطرح میکنن یکی از ذوب شدگان ولایت فقیه هست و به همین دلیل هم اتفاقا خدماتی رو که جمهوری اسلامی ایران در طول مدت آقای سعیدی براشون انجام دادن نسبت به اون بخش از ذوب شدگان ولایت فقیه که در بلوچستان اهل زابل بودند اگر بیشتر نبوده باشد کمتر نخواهد بود. به همین دلیل به نظر من آنچه که جمهوری اسلامی ایران دست پاچگی باعث شد که این خودزنی رو انجام بده، فکر نمی کنم در ارتباط با اون اعتراضهایی باشند که به هر حال در ارتباط با اون مسئله چابهار تجاوزی که اون فرمانده نظامی است اونجا انجام داد. چرا که اون فرمانده نظامی از اونجا برداشته شد یه جای دیگه گذاشته شد و به یک شکلی براش امتیاز هست، از اون شرایط آب و هوایی که بلوچستان داره رفته به جای بهتری در واقع به یک شکلی. حالا جمهوری اسلامی به هر حال میگرده دنبال یک همچین موضوعی با کسایی که بهشون باور نداشته باشه این کار انجام میدن. چرا فراموش نکنید مردم بلوچ حتی اگر مثل جناب آقای سعیدی اعلام رسمی هم بکنن که از ذوب شدگان ولایت فقیه‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به بلوچ‌ها و اون هم بلوچ‌های اهل سنت نداره. حتی بلوچ‌هایی که به قول معروف به شکل اهل شیعه هستند، بخصوص آن بخشی از بلوچستان که در استان‌های مجاور گذاشته شدن، بدترین زندگی رو دارند به دلیل بی‌اعتمادی ریشه‌دار و تاریخی که در واقع بین حاکمان تمامیت خواه تهران و مردم بلوچ و در منطقه بلوچستان وجود داره. حالا در ارتباط با این قضیه که آقای به قول معروف کوچیک‌زئی بود در واقع اون فرمانده انتظامی که اونجا در چابهار بود و اون دختر خانم بلوچ رو مورد تجاوز قرار داد و اون دختر خانم بلوچ با شهامت برای اولین بار سنت شکنی کرد و رفت این مسئله رو مطرح کرد در میان خانواده و باعث این همه
به قول معروف مسائلی شد که بعداً برای جمهوری اسلامی پیش آمد. انعکاسی است به نظر من جمهوری اسلامی ایران این که مطرح میکنه که به هر حال ایشون مطرح میکنه در ارتباط با این مسائل شاید هم باشند، من از این مسائل خبر ندارم، اما آنچه که در ظاهر مطرح هست جمهوری اسلامی ایران به شکل بسیار بسیار دستپاچگی در واقع حتی کسانی رو که خدمتگزارانش بودن از دستپاچگی به خودزنی پرداخت. به دلیل عرض کردم همون ناامیدی که جمهوری اسلامی برای تداوم حیاتش پس از این همه به هم ریختگی در کشور وجود آورده در واقع باش روبرو هست. سپاسگزارم از شما. رحیم بندویی، فعال سیاسی و عضو حزب مردم بلوچستان از لندن همراه ما بود.